ما جوانان دوران صاحب استقلالی وطن همیشه کوشش به خرج می‌دهیم که بهر پایداری صلح و ثبات، بهر پرافشان بودن پرچم عزیزمان در سطح بین المللی سهم ارزنده خویش را گذاشته باشد که پرچم پرجلوی تاجیکان همیشه در فضای صلح و ثبات پرافشان باشد. خورشید صفت به دست پرچم داریم، ماننده کو روح محکم داریم. آیین وطنداری ما میراث است، در دامن کاوه دست رستم داریم. در تالار کاخی رودکی روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان تجلیل گردید. در چاره‌بینی رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده، نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر خوجند، کارمندان ساختارهای دولتی و فعالان شهر اشتراک نمودند. رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده حاضرین را از نام حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت با روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان مبارکباد نمود. پرچم ملی جمهوری تاجیکستان افاده‌گری رمز استقلالیت دولتی، نشان صلح و ثبات و هستی ملت می باشد. پرچم با مرور زمان و گذشت ایام همچنین که از رمزهای مهم دولت چنان موقع خود را استوار و مضمون و ماهیتی بقایت مهم را کسب کرده است که امروز موجودیت هیچ یک دولت آزادی و استقلال آن را بدون پرچم نمیتوان تصور نمود. نشان اساسی هر دولت و ملت این پرچم است و این است که دستاورد و موفقیت چه در داخل کشور و چه در خارج کشور جشن‌های دولتی از جمله عید کنستیتوسیا، عید وحدت، جشن استقلالیت با برافراختن پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان معرفی می‌گردد. حاضرین ارجمند در تاریخ تمدن و فرهنگ بسا غنی و قدیمه بنیاد دولت و دولتداری تاجیکان پرچم و پرچمداری تاریخی بیش از 4000 ساله را داشته. آن چون رمز دولتداری در مشرق زمین پیدا شده است و این نیاگان ما قوم‌های آریایی نخستین در جهان پرچم دولتی را پرافشان کردند. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان از 3 رنگ عبارت بوده: رنگ سرخ رمز مبارزه و جانیساری های خلق بهر آزادی و استقلال، رنگ سفید نشان بخت و سعادت، امید و آرزو و رنگ سبز نشان سرسبزی و سربلندی، خرمی و ابدیت می باشد. در ادامه برآمدش رئیس ولایت از پاس داشتن نشان دولتی، حفظ سنت های ملی سخنرانی کرد. موصوف اینچنین از وضعیت مرکب جهانی معاصر، پهنشوی بیماری کووید 19 حرف زد. همچنین تاکید کردید که برای حمایت منفعت های وطن و ارزش های آن زیرکی سیاسی را نباید از دست داد. خرج شهروندی ماست که احترام رمزهای دولتی از جمله پرچم را به جا آورید. همیشه در همه جای آن را گرامی دارید. برای حمایت آن و پاک و مقدس داشتن آن با تمام هستی آماده باشید. قسمت دیگری چاره‌بینی برنامه کلان فرهنگی بود که از جانب هنرمندان ولایت منظوری حاضرین گردیده چاره‌بینی را شکوهی ادامه بخشید. ما جوانان باید در زیر پرچم کوش جمع آمده همیشه بهر پرافشانی آن، بهر سرسبزی کشور، بهر پیشرفت و آبادی کشور خود همیشه سعی و کوشش نموده جان خود را دریغ نداریم و همیشه با تاجیکستان، با وطن عزیز خود بفخریم. 24 نوامبر سال 2009 بار اول در تاجیکستان روز پرچم دولتی تاجیکستان جشن گرفته شد. 30 آگوست سال 2011 در دوشنبه پرچم تاجیکستان در پایه مخصوص برافراخته شد. بلندی آن 165 متر می باشد که آن همچون بلندترین پرچم در ممالک جهان اعتراف گردیده است. پرچم این نشانی دولت و ملت بوده، حفظ و احترام آن قرض شهروندی هر نفر می باشد. گزارشی سمان حمید و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.